سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم در مورد کاهش پینگ به شما راه حل بدیم که پینگ بهتری بگیرید، ریجستر خفنی بگیرید و از همه مهمتر بتونید وارد گیم بشید. و اینکه امروز در کنار هم تمامی VPN ها رو به اضافه DNS ها رو سیم کارت همراه اول و ایرانسل تست میکنیم، اونایی که جوابن رو به شما معرفی میکنیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید و امیدوارم از این گیم پلی زیبا لذت برده باشید. یه نکته خیلی مهم خدمت شما رفقای گل بگم. اول از همه اونایی که دیوایسشون ضعیفه حتما این تنظیمات گرافیکی رو انجام بدن. اینا انجام دادن، دیدم باز هنوز لگ و اینا دارن. دو حالت بیشتر نداره، یا به خاطر دیوایسه یا به خاطر پینگه. اگه دیدن نه دیوایسشون اوکی، از دیوایس نیست، 100% به خاطر پینگه و VPN تون رو یا DNSی که میزنید و باید عوض کنید. XVPN یکی از خوبترین VPN هاه که راحت میتونید وارد بازی شید بدون هیچ گونه مشکل و یه ریجستر خیلی خوب، به اضافه اینکه پینگ شما در گیم 140 تا 146 نهایتا 50 هست، واقعا خوبه. این VPN هم ارزم به حضور شما که پینگ 400 بهتون میده، راحت وارد گیم میشه، بدک نیه، هیچ بهتره. خب دوستان، این هم یکی از VPN های دیگه هست که داریم تست میکنیم، وارد گیم میشیم. سرعتش واقعا بی‌نظیره، راحت گیم رو میاره بالا و سریع. همونطور که مشاهده میکنید داره گیم رو میاره بالا، منتظریم که گیم رو بیاره بالا. سرعت خوبی داره واقعا. پینگی که داخل بازی بهتون میده 111 هست و ریج خوبی داره. خب یه دستی میکشیم، پیاده میشیم ماشین پیش به سوی بادکشی. همینطور که میبینید ریجش واقعا حرف نداره، خوبه و راحت میتونید پلی بدید، حالشو ببرید. اینجا که بات نمیمیره مشکل از پینگ و ریجستر و اینا نیست، باگ خورده باز، به خاطر همین طبیعیه. خب رفقا واقعا شرمنده، من تمام تلاشمو میکنم که بتونم VPN های بیشتری معرفی کنم با DNS های بیشتری. اومدیم ویدیو بگیریم تستشون کنیم. خب من تست میکنم، ویدیو هم میگیرم همراش که نشون بدم آقا این VPN اینطوری ریج میده و از این داستانه و اینا. بعد که اومدیم وصلش کنیم اصلا یا وصل نمیشد یا اصلا بالا نمی آورد، وصل میشد و بالا نمی آورد. به خاطر همین واقعا شرمندم. تمام تلاشمو میکنم که VPN های بیشتری با DNS های بیشتری به شما معرفی کنم که گیم رو راحت براتون بالا بیاره، بتونید راحت وارد گیم بشید، پینگ خوبی بگیرید، ریجستر خوبی بگیرید. اگه خوشتون از این ویدیو اومد لایک، کامنت، ساب فراموش نشه.